بله نظام با گپ نمی آید، اما شروعش از اینجاست. ما تا زمانی که صحابگونه اسکر نداشته باشم مبارزه ما به ضرر دین الله تمام میشه و شریعت بدنام میکنم و مسلمان ظلم میکنم. ما به جای از اینکه از مسلمان دفاع بکنم خودم ظالم میشم. نشدیم، راست بگیم نشدیم، قطع خود صادق باشیم. چرا سنجیده پیش نریم؟ اگر ما در نتیجه دعوت خود بتانم در نسل سوم نظام اسلامی بیاریم، ما در دعوت خود موفق. و این گپ بر انسانهای ظاهر نگر کم دانشی که مفاهیم نمیفهمند بیعقلیست. نفهمین من چی میگم؟ شما نسل برین، نسل بعدی هم برن، نسل بعد از او بتانه خلافت به منهاج نبوت در این سرزمین قائم بکنه. ما در دعوت خود موفقیم. ما امروز بخیزم 1000 نفر، 10,000 نفر، 1,000,000 نفر تلفات بتونم نظامم بیارم از کلی چیز که خیلی خنتر. من انسان موفقی نیستم. مسلمان سنجیده عمل میکنه، در بدترین حالت سنجیده ترین رفتار مسلمان